انقدر این سالاد جذاب و خوشگله نمیدونی بخوریش یا فقط ببینیش، ولی اگه شروع کنی به خوردن با ظرفش میخوری. بریم که درستش کنیم. سیب زمینی‌ها پوست کنده رو به همراه 1 لیوان آب و کمی نمک میذاریم تا کاملا مغز پخت بشه. این مقدار غذا برای 4 تا 5 نفره. 50 گرم کره رو میذاریم تا کاملا آب شه و وقتی آب شد ادویه‌هایی مثل پول بیبر و آویشنه میذاریم که عالیه براش. نیاز داریم به خمیر یوفکا یا خمیر باقلوا که بهش کره میمالیم و مثل من توی یک قالب کمربندی میچینیم. اگه شما قالب کمربندی ندارید میتونید از ظرفای پیرکس و یا هر ظرفی که بتونین بذارین داخل فر استفاده کنید. و این نکته خیلی مهم راجع به فر گازی و فر برقی در مورد پخت خمیر یوفکا بهتون میگم که حتما به این نکته دقت کنید. سوسیس یا هات داگامون رو ریز میکنیم و سرخشون میکنیم. شما اگه به سوسیس و یا هات داگ علاقه ندارین میتونین از سینه مرغ پخته شده استفاده کنین. طعمش بی‌نظیر میشه. کالباسامون رو ریز میکنیم که اگه کالباس دودی بگیرین که طعمش فوق‌العاده میشه و به ظرفمون اضافه میکنیم. خیارشورا رو کامل ریز میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. به نظرم داخل این سالادها هرچه خیارشور بیشتر باشه خوشمزه ترم میشه. و هات داگای سرخ شده اونا رو هم به مواد اضافه میکنیم تا برسیم به مرحله بعدی. رسیدیم به طعم دهنده های اصلی: پیازچه، شوید و جعفری. این 3 تا سبزی برای هر سالادی فوق العاده است. اونا رو قشنگ ریز میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. سیب زمینیامون که کاملا پخت اونا رو هم نگی ریز میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. رسیدیم به مرحله جذاب سس سبز. برای تهیه این سس نیاز داریم به 3 قاشق مایونز و یه مقداری اسفناژ و یک کمی هم آب تا کاملا این مواد بلند شه. شما اگه رژیم دارین میتونین به جای سس و مایونز از ماست هم استفاده کنید. و در آخر به سسمون فلفل، پول بیبر و یه مقداری آب لیمو میزنیم که عالی میشه. سس رو به سالادمون اضافه میکنیم و با هم خوب مخلوطش میکنیم. شما از این سس میتونین تو همه سالاداتون استفاده کنید. ظرف نونی جذاب ما آماده شد. همونطور که میبینید مثل یک کاسه آماده سرو سالادمون. تمام. سالاد خوشمزه ما آماده شد. مگه داریم خوشگل‌تر و خوشرنگ‌تر و خوشمزه تر از این سالاد؟ حتما امتحان کنین و نظراتتون رو برام بنویسین. دوستتون دارم. خدافظ.